خب سلام میکنیم به دوستان عزیز. امروز ما میخوایم که آموزش این کتاب رو شروع بکنیم و به دوستان یاد بدیم. این Short Term Spoken Chinese هستش. خود من این کتاب رو خوندم، 2 جلد هست. جلد 1 شما داریم شروع میکنیم، یعنی ساده ترین و آسان ترین و از بیسیک و پایه داریم شروع میکنیم. این کتاب مخصوص اسپیکینگ هست و فقط برای مکالمه و صحبت‌های روزانه استفاده میشه. بعد حدود 15 تا درس، از درس 1 که هلو تا درس 15 برای این کتاب How can I get to the post office که در مورد آدرس دادن و آدرس پرسیدن هست. ما از درس 1 شروع میکنیم. فقط موضوعی که هستش، ما برای این قسمت UMO و یعنی فاینال ها و اینیشیال ها ما ویدیو جدا درست کردیم و این قسمت ها چون که فکر کنم 5 درس شامل این قسمت باشه، شامل فونیتیکس باشه. ما این قسمت ها رو جدا فیلم گذاشتیم و میتونید برید نگاه بکنید، لینکش هم میذاریم. ولی ما از این قسمت شروع میکنیم، از لغات. خب آماده هستید؟ خب ما برای الان میخوایم لغات رو شروع کنیم. شنس نیو وردز یعنی کلمات جدید. ما از این قسمت شروع میکنیم. فقط من برای اینکه چندین بار این قضیه تکرار بشه میخوام که آدیو این کتاب رو هم گوش بدیم و بعدش ما خودمون تکرار بکنیم. اوکی آماده هستید؟ بریم. 第一课，你好，生词，你好，你好，你好，你好میشه هلو، سلام. 你，你你تون سومه. نی یعنی تو. یو. 好， ها ها یعنی well good خوب. ولی این دوتا رو با هم که به کار میبرید معنی هلو رو میده. 您， نین نین نین. یو حالت پولایتشه، مؤدبانشه و اینا رو من بعدا توضیح میدم، یعنی بعضی که یه بار گوش دادیم توضیح میدم. 你们， نیمن 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 که به معنی شما هست. یو به صورت جمعش هست. 老师， 老师老师老师 teacher 老师 teacher معلم. 谢谢， 谢谢谢谢تونه چهارم. 谢谢 مرسی. 不客气， 不客气不客气. اگه میشه به مداد من نگاه کنید. من سعی میکنم که تونا رو با مدادم هم نشون بدم. البته خب تصویر مشخصه. بو کچی. بو کچی میشه You're welcome. خواهش میکنم. قابل شما نداره. 不， بو 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 حالت منفی کننده است یا نه. بو not و برای منفی کردن جملات هم استفاده میشه. 客气，对不起， sorry. 客气客气客气میشه polite مؤدب که حالت ادجکتیو مؤدب. 客气对不起对不起میشه I'm sorry من متاسفم.
یه حالت معذرت میخوام. 对不起 I'm sorry. 没关系，没关系没关系没关系 میشه don't mention it. اینکه نیازی نیستش که حالا عذرخواهی کنیم. don't mention it بهش اشاره نکن. 再见，再见再见که میشه goodbye. 请，请تون سوم请میشه please. 请 please لطفاً. چیزی که میخواین درخواست کنید اولش اینو میگید 请 进，进تو اینتر داخل شدن، داخل یه جایی شدن. 进 داخل یه جا شدن. 进 اینتر. 坐，坐坐to sit نشستن. okay. 坐 to sit نشستن. 坐听，听听هنزش اینه听listen to listen گوش دادن. 说，说 to say گفتن. 说说 to say گفتن. 读，读读读 to read خوندن. 写，写写 to write نوشتن. خیلی هم عالی. امیدوارم که هر کلمه رو بعد از منم شما تکرار کرده باشین. البته این کافی نیستش. بعد از اینکه ویدیو رو کامل دیدید حتما ریویو کنید. ولی ما دوباره الان اینا رو میخوایم یه نگاهی بندازیم و برای هر کدوم من توضیحات رو میدم. خب الان ما یه دور نگاه کردیم. میخوایم برای بار دوم بخونیم، تمرین کنیم و همچنین هر قسمتش یه سری توضیحاتی داره که من میخوام اون توضیحات رو برای شما بدم و بگم که حالا هر کدوم کجا استفاده میشه، چجوری استفاده میشه، این حرفا خیلی هم راحته. اولی نی ها، اینو مطمئنا همه شما میدونید ولی حالا من میگم که همون سلام میشه نی ها. حالا نی ها اگه نگاه بکنید دوتاش تون سومه، یعنی چجوری باید بگی نی ها، ولی چون که دو تا تون سوم کنار همدیگه نی استثنایی، دو تا تون سوم وقتی کنار همدیگه قرار بگیره به اصطلاح خودشون خیلی واسه به ماهیچه‌های گلو و حالت گفتاری فشار میاره. خب واسه همین مواقعی که میبینید به این شکل هست، یعنی دو تا تون سوم رو کنار همدیگه دارید مانند نی ها، این تون سوم نی رو شما به تون دوم تبدیل میکنید و این چیزا خیلی کمه، تعدادشون خیلی خیلی کمه. و یه بار دیگه دقت کنید. پس نی ها، نی ها میشه سلام. یه نکته‌ای که باید به شما بگم توی مکالمات روزانه وقتی که شما دوستتون رو میبینید، همکارتون رو میبینید، مثل آداب و رسومی که ما داریم یا اینکه حالا اروپایی‌ها دارن که میگن های، هلو یا سلام، ما اینجا اینجوری نیستش. اینا خیلی کم پیش میاد که بگن که نی ها، مگه اینکه مثلا شما اولین بار استادتون رو ببینید، یعنی یک کسی رو برای اولین بار ملاقات بکنید برای حالا احترام و اینکه حالا چون میدونن که ما هم خارجی هستیم این اوکیه، مشکلی نداره و میتونی بگی نی ها. ولی اینجوری بین خودشون یا اینکه دوستایی که حالا بعد از چند وقت با هم دیگه هستید نیازی نداره که شما هر سری بگی نی ها. به جایش سوالهای دیگه میپرسید که حالا در طول حالا خوندن این کتاب متوجه میشین. پس مثل آداب و رسوم ما نیستش که وقتی دو نفر همدیگر رو ببینن بگن سلام سلام، جزء گریتینگش نیست، جزء احوال پرسی نیست، از همدیگه سوالای دیگه میپرسن. ولی خب باید بدونیم دیگه هلو میشه نی ها، نی میشه تو که این
جزء ضمایر فاعلی هستش و اینجا چند تا دیگه ما داریم. نی میشه تو به صورت مفرد، اینو یادتون باشه، هنزش هم نگاه کنید به صورت مفرد. ها میشه خوب، well good. ها میشه خوب. اینو نگاه کنید تقریبا مشابه همه، فقط پایینش یه چیزی اضافه داره خب ولی معنیش هم کمی متفاوته. نین میشه تو به مفهوم به روش پولایت گفتن، مؤدبانه گفتن، مثل همون چیزی که توی فارسی ما داریم. وقتی که شما با یک کسی صحبت میکنید بزرگتر از شما هستش، یا اینکه یک جای اداری میرید با استادتون صحبت میکنید، ترجیحاً میگین نین و از نظر سنی از شما بزرگتر هستش و این حالت مؤدبانه رو شما دارین نشون میدین که مثلا من به شما احترام میذارم و مثل شما در زبان فارسی هست. نیمن همون هنزه نی هست اگه دقت بکنید. خب همون هنزه نی هستش ولی یه من اضافه شده. من وقتی به ضمایر فاعلی مثل و، نی، تا اضافه که میشه حالت جمع داده میشه به اون کلمه. پس نی حالت مفرده، نیمن میشه شما. لاوشی میشه معلم، تیچر. لاوشی معلم. شیشه مرسی، مرسی. نگاه کنید بوکچی در جواب همون شیشه میادش. از شما از یکی تشکر میکنید میگید شیشه و در جواب یکی به شما میگه که بوکچی، این که you're welcome. بو خب با این خیلی کار، با همه شما البته خیلی کار داریم ولی این دیگه واسه یه منفی کردن جملات یکی از چیزایی که ما داریم اینه. اینکه میخوای بگی مثلا من این چیزو نمیخورم، من اینو دوست ندارم، اینا از بو استفاده میکنیم. پس اینو یادتون میشه بو not در حالت منفی داره. کوچی مؤدب polite. 对不起 I'm sorry. مثلا شما یه جایی تو مترو، حالا تو خیابون به یکی تنه میزنید یا حالا اشتباهی کاری که میکنید میگین 对不起 I'm sorry، معذرت میخوام. و در جواب اگر اشتباهتون خیلی پررنگ نباشه میگه طرف 没关系 don't mention it. اوکی ایرادی نداره، اوکی. 再见 goodbye خداحافظ. واسه خداحافظی اینو استفاده میکنیم. و همچنین یه کلمه دیگه که خیلی راحته بای بای مثلا گودبای انگلیسی بای بای ما هم داریم اینو احتمال زیاد. پس 再见میشه goodbye خداحافظی. بعدی请please لطفاً که حالت مؤدبانه میده به جمله و زمانی که شما یه درخواستی دارید میتونید ازش استفاده کنید. برای مثال请进بفرمایید داخل،请坐بفرمایید بشینید. یه همچین معنی داره، بفرمایید بشینید لطفاً. بعد معنی کلمه بعدی جین. اگه نگاه بکنید اینجا دیگه چند تا فعل خیلی مهم و کاربردی رو ما قراره یاد بگیریم. جین تو اینتر وارد شدن. زو چین زو تو سیت بشینید نشستن، تو سیت نشستن. تینگ لیسن گوش دادن. تینگ و شو گوش بده من چی میگم. تینگ و شو گوش بده من چی میگم. شو تو سی گفتن. تینگ و شو میگه گوش بده من چی میگم. شو گفتن. شو
15 دو دو خوندن، یه چیزی رو از رو خوندن. مثلا همین کاری که الان من دارم میکنم، این کلمات رو دارم میخونم. تینگ دو، مثلا سر کلاس استاد به شما میگه تینگ دو تینگ دو، این لطفا بخون. سیه رایت نوشتن، سیه رایت نوشتن، سیه رایت نوشتن. تینگ سیه، تینگ سیه، این که لطفا بنویس. اوکی، خب این قسمت رو من فکر کنم مشکلی نداشته باشیم. حالا بریم سر وقت قسمت تکست هامون، مکالمه های کوچیکی که داریم کم کم شروع میکنیم به اینکه جمله بگیم، از این کلمات این سمت استفاده بکنیم و بتونیم جمله های خیلی ساده بگیم یا کانورسیشن های خیلی ساده رو دیگه شروع کنیم. خب اول گوش میدیم و بعد خودمون تمرین میکنیم. آماده اید؟ بزن که بریم. 课文一，你好，你好， خب قسمت یک، حالا اینجا کتاب خیلی شاید نشون نده، اینجا یک. 你好你好. حالا اینجا توی کتاب 3 تا حالا فاعل دیگه هم به کار برده، حالا نون دیگه هم به کار برده و مثل لاشه. میتونیم با این هم تمرین کنیم. مثلا نین ها، نین ها، به جای نی میتونید از اینا استفاده کنید. خب نین ها، نیمن ها، نیمن ها. حالا این چه زمانی هست؟ مثلا شما تصور کنید که استادتون داره میاد، شما با دوستاتون هستید، استاد به شما میگه چی؟ نیمن ها، نیمن ها. شما چی میگین؟ در مثلا در حالا وقتی استادتون رو ببینید 2 تا حالت داره، یا بگین نین ها، نین ها، یا بگین 老师好，老师好，老师好，老师好. خب این نیها نیها رو که تمرین کردیم، بریم قسمت دوم. 二， 2. 谢谢， 2. 谢谢，谢谢，不客气，不客气，谢谢，不客气。3. 三，对不起，没关系， 3. عدد 3. 对不起，没关系，对不起，没关系。4. 四， 4. 再见，再见， 4. 再见，再见. خداحافظ، خداحافظ. عدد 5. 5. 五，请进，请进，请进. خب الان اینجا جلوش چند تا فعل دیگه ای که یاد گرفتیم هم هست که میتونیم اینا رو تمرین کنیم با هم دیگه. 请进 请进 این که بفرمایید داخل شین، بفرمایید داخل. 请坐 بفرمایید بشینید. 请听 لطفاً گوش بدید. 请说 لطفاً بفرمایید، یعنی صحبت کنید. 请读 لطفاً بخونید. 请写 لطفاً بنویسین. بسیار عالی. حالا ما اینو میخوایم بعد از اینکه این نکته رو گفتم با هم دیگه میتونیم تمرین کنیم اینا رو مجددا. اینجا داره توضیح میده که نیها واسه گریتینگ هستش و معمولا استفاده میشه واسه گریتینگ. البته این چیزی که ما داریم میبینیم و همه جا رایجه، نیها واسه اوایلش میتونه استفاده کنید، ولی بعداً باید ببینید که طرف مثلا داره چیکار میکنه. برای مثال یه مثال خیلی ساده بزنم. مثلا استاد دانشجو رو میبینه، میگه که تو نهار خوردی؟ نیچی فلاما؟ نهار خوردی؟ یا مثلا میگه که داره میبینه دانشجو، حالا من فضای دانشگاه رو میگم، مثلا دارم میرن یه جایی بچه ها دانشجوها، استاد میبینه میگه که مثلا شما دارین کجا میرین؟
خب حالت گریتینگش این سبکه، اون لحظه که داری یه کاری رو میکنی استاد اون سواله رو میپرسه ازت، مثلا ناهار خوردی؟ الان کجا میخوایم برین؟ با همدیگه مثلا میخوایم برین ناهار بخوریم، مثلا سوالای این مدلی میپرسه از شما. بعد یا اینکه نهایتش اگه مثلا چند وقت طولانی هم میگن ندیدین و اینا، میگین که نیزگن شما مثلا در چه حالی داری، چیکار میکنی، یه سوالای این مدلی که اینا رو ما یواش یواش یاد میگیم، اصلا نگران نباشین. بعد اینجا هم گفتش که داره میگه که این مؤدبانه، بیان مؤدبانه همون تو هستش، یعنی شما. اوکی. خب این قسمت تمریناش هستش، میخوایم بریم ببینیم که تا اینجای کار یاد گرفتید، تو ذهنتون مونده یا نه. اینجا ما A و B داریم، تصویر رو نگاه بکنید، هر کدوم از اینا همیشه حواستون باشه تصویر رو نگاه بکنید، ببینید تو تصویر چه چیزی داره میگه و مکالمه کانورسیشن در مورد چی هستش. A و B. A نیها، در جواب چی میگیم؟ بسیار عالی، خیلی هم خوب. نیها، در جواب ما میگیم نیها. قصه 2، همونجور که میبینید اینجا یه خانمی هستش بچه داره، این آقا هم صندلی رو داره نشون میده. چی میگیم؟ البته ای و بی رو هم نگاه کنید. مرد اعتماد یه چیزی گفته، مثلا بفرمایید اینجا بشینید. خب این خانم هم میخواد بشینه، بعد در جواب این آقا گفته بوکوچی. خب خانم اعتماد گفته چی؟ بسیار عالی، شیشه، خیلی ممنونم، اونم گفته بوکوچی. در اینجا نگاه میکنیم که 2 تا بچه پای همو لگد کردن. A میگه دیبوچی، B میگه میگوینشی. آفرین، خیلی هم عالی. اینجا شماره 4 ما یه دونه مثلا استاد، حالا یه فردی که مسن‌تر هسته رو داریم میبینیم و یه خانمی که حالا جوان‌تر هستش. A چی میگه و B در جواب گفته نیها. احتمال زیاد ما اینجا باید بنویسیم نینها. بسیار عالی. چرا؟ چون که اینجا استادی هست یا یه فردی که مسن‌تره در مقابل، پس ما باید بگیم نینها، ولی استاد در جواب گفته چی؟ نیها. خب اینجا شماره 5 همونجور که میبینید بازم حالا یه موقعیتی هستش. A یه چیزی گفته و B گفته میگوینشی. ما در جواب چه چیزی میگیم؟ میگوینشی. بسیار عالی، باید بگیم دیبوچی، مثل این موقعیت دیبوچی. اینجا شماره 6 معلم رو میبینیم با 2 تا دانش آموز. A و B با هم دیگه میگن چی؟ لاشی ها. لاشی ها. لاشی چی میگه؟ معلم چی میگه؟ نیمن ها. نیمن ها. چرا میگه نیمن؟ بخاطر اینکه ما 2 تا دانش آموز داریم، واسه بیشتر از یه نفر اگه یادتون باشه گفتیم که باید بگیم نیمن ها، باید جمع ببندیم بگیم شما. شماره 7 این حالت اگه میبینید 2 تا بچه هستن با حالا معلمشون، ما میتونیم بگیم که لاشی ها. تیچر بگه، معلم لاشن بگه که نیمن ها. نیمن ها. خب اینجا این آقا در رو وا کرده، باز کرد برای این خانوم و چی میگه؟ چین جین. بسیار عالی، چین جین. و این خانوم در جواب میگه چی؟ شیشه. شیشه. این خانوم به این خانم محسن میگه که درسته، چین زو. چین زو. و در جواب این خانم محسن میگه شیشه. شیشه. اوکی، بسیار عالی. حالا به این عکس رو نگاه کنیم و بگیم اینا دارن چه کاری میکنن. این آقا داره چی کار داره میکنه؟ داره گوش میده. به چینی چی میتونیم بگیم؟ خیلی عالی. تین. تین. تینگ. خیلی عالی. این آقا دارن با هم دیگه صحبت میکنن. این آقا داره چی کار میکنه؟ داره صحبت میکنه، یه چیزی میگه. شو. شو. بسیار عالی.
این خانوم، حالا خانم کوچولو، کتاب دستشه. داره چیکار میکنه؟ داره کتاب میخونه. خوندن. بسیار عالی. دو. آفرین. 4. این خانم داره چیکار میکنه؟ مینویسه. چطوری میتونیم بگیم؟ سیه. خیلی عالی. خب بریم حالا با همدیگه این قسمت رو تمرین کنیم. آماده اید؟ بزن که بریم. ما الان درس 1 رو تموم کردیم. میخوایم همون مکالمه های خیلی ساده و ریزی که توی کتاب بودش رو با همدیگه تمرین کنیم. 5 تا مکالمه هست اگه یادتون باشه. تمرین میکنیم. مکالمه اول: نی ها یعنی سلام. نی ها. مکالمه دوم: 谢谢不客气 مرسی. You're welcome. مکالمه سوم چی هست؟ زمانی که شما اشتباه میکنید میخوایم معذرت خواهی کنید. I'm sorry. چجوری میتونیم بگیم؟ 对不起. و فرد مقابل چی میگه؟ 没关系. 没关系. مکالمه چهارم چیه؟ موقعی که شما میخواید خداحافظی بکنید چی میگید؟ 再见. بای بای. 再见. اگه بخواین حالا هر کلمه‌اش رو جدا ترجمه بکنیم، زی میشه دوباره، جن میشه دیدن. زیجن یعنی به امید دیدار میشه در واقع. و مکالمه آخر 5 میشه چی؟ میخوایم به کسی که بفرمایید داخل. چی میگیم؟ 请进. بفرمایید داخل. حالا میخوایم به کسی بگیم که بفرمایید بشینید. چی میگیم؟ خیلی عالی. 请坐. بسیار عالی. حالا میخوایم بگیم که لطفاً گوش بدید. 请听که لطفاً گوش بدید. میخوایم بگیم که بفرمایید شما صحبت کنید. 请说. بسیار عالی. حالا میخوایم بگیم که لطفاً بخون. 请读. عالی. و در آخر میخوایم بگیم که لطفاً بنویسید. 请写. لطفاً بنویسید. خب این مکالمه ها رو تمرین کنید و منتظر درس 2 این کتاب باشید. کانال یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی بکنید، به خاطر اینکه اولین نفر باشید تا هر درسی که اومدش یا هر ویدیویی که گذاشتیم برای شما آلارم بیادش و بتونید ببینید. این یه نکته. دوم اینکه صفحه اینستاگرام ما رو حتما فالو کنید. اگه تا الان پیدا نکردید یا فالو ندارید حتما برید اونجا فالو بکنید و نکته بعدی به دوستاتون معرفی بکنید. من مطمئن هستم که این سری درس ها به درد شما میخوره، نیازتون میشه. چرا؟ چون هم اسپیکینگ هست و مکالمه‌های ساده رو با شما کار میکنیم. دوم و مهمتر از همه رایگان هستش. پس به دوستاتون معرفی بکنید و گام به گام با ما همراه باشید. مرسی از همتون، مرسی از حمایتتون. سابسکرایب یادتون نره. دم همتون گرم. فعلا بای بای. 再见